سلام بچه ها، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. تو این ویدیو میخوایم بریم سراغ ماشین های فرمولا وان، یه ذره بریم تو پیست و از ماشین سنگین و اینا فاصله بگیریم و یه ذره برای خودمون عشق و حال کنیم، یه ذره سر و صدا ببینیم، پیست ببینیم دیگه. بس دیگه، جاده هم دیگه خستمون کرده، یه ذره بیایم ولخرجی کنیم و اینها و بعد بریم با یه ماشین خفن دیگه. اینجا یه آهنگی داشت که ما به خاطر اینکه یوتیوب گیر میده قطعش کردیم. ژاپن، راننده جلویی از ایالت ژاپن هستش. نگاه کنید چقدر باحالن این ماشینا. اوه اوه اوه. چی باشه جلوبندی این ماشینا، چقدر مسلط به جاده، چقدر خوب میپیچه، خیلی باحالن. نفر دومی الان. ولی خیلی میگم ولی خیلی حال میده ها با اینا آدم رانندگی کنه. اینقدر مسلط هر اینا سر پیچ که دیگه حد نداره. بریم یه بار از داخل هم این ماشین رو ببینیم. خیلی خوبن، خیلی راحت میرن، خیلی هم باحالن این ماشینا. ولی خیلی سخته ها، از این داخل کسی بخواد برونه. فرمولا وان مگه این پیچ حالیش میشه؟ نگاه کنید چطوری دستون داره با سرعت بالا میره. بند 3 الان 190 تا داره میره. خیلی باحالن این واقعی. اینا بچه ها خیلی لذت بخشه روندن اینا که پیچ حالیشون نمیشه دیگه. شما با سرعت بالاتری میتونید اون پیچ ها رو بپیچین، خیلی راحت، خیلی حال میده با اینا. بعد شتابگیری خیلی باحالی دارن. بذاریم روی ریپلی یه ذره نگاه کنیم بعد ردش میکنیم. خب بچه ها، اگر که از این سبک ویدیو خوشتون میاد، ای بابا سر صدا نگاه اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد کانال رو دنبال کنید و منتظر ویدیوهای ما باشین. هم از ماشین سنگین میخوایم بذاریم، هم پیست، هم ماشین های سواری بنز یا بنزای اسکلاس، من نمیدونم، همه مدل ماشین داریم، کلاسیک، مدرن.
یه ذره این بره تا کریپتو. کریپتو چی بود؟ خیلی آشناست اسم این کریپتو. ارز چی باشه؟ خیلی آشناست اسمش. آینه‌شو نگاه کنید چه باحاله. ولی خیلی خطرناک هم هستن این ماشینا. حساب کنید این اگر که تصادف بشه چی میشه؟ واقعا راننده اون تو نابود میشه. ماشین سنگین رو گذاشتیم خونه. بس دیگه اینم حوصله سربر نشه. حالا بریم سمت یه مرسدس بنز خوشتیپ. یعنی شما ببینید عشق میکنید. اگر بنز بازم نباشید اینو ببینید دیگه نمبر وان. خب بریم سمت اون بنز نازنین. تویوتا. این تویوتا هم خیلی بیداده، خیلی عالی شده. مرسدس نازنین اینجاست. یورو ترک مستر نوشته اصلا معلوم نیست. خب اینو که ما یه سری رفتیم بازم بیایم اینا. مرسدس ما اینه. این چیه بعدیش؟ BMW درایوینگ اکسپریانس M4 ریسینگ. BMW هم خیلی قیافه جذابی داره ولی چی میشه گفت بنز بهتره دیگه. قیافه رو نگاه کنید اصلا سلطانه. نگاه کنید ماشین اصلا بهش میاد سلطانی. اینا کلمات این صفات بهش میاد. نگاه کنه این گاو وحشی رو دیدید چطوری وای میسته نگاه میکنه؟ این گاو وحشیه این بنز. بریم ببینیم رنگ قرمزش قشنگتر نباشه. قرمز هم خیلی قشنگ، قرمز مشکی شده. نگاه کنید بچه ها از این زاویه آدم نگاه میکنه. کاپوت رو نگاه کنید شما. این لبه ها. این ماشین میدونید مثل چی میمونه؟ بنز مثل یک کشتیگیریه که خیلی عضله‌ای طبیعی کار کرده و خیلی خوشتیپ و خوش فرمه. برندهای دیگه مثل این بدنسازایی هن که با پودر و کراتین و نمیدونم یه سری از این چیزا ورزش میکنن و خیلی خوشتیپن، مثل اونان بقیه برندا. بنز مثل اون کشتیگیره. نگاه کنید اصلا چقدر ماشین خوش فرمه. نگاه کنید لوگوی بنز چطوری اون تو. تازه میگم این کیت بدنه گذاشته. حالا من که حال نمی کنم با این زیاد ولی در کل مثلا شما میبینید بازم ماشین جذابیه. انگار که مثلا شیر واسه اینجا. نگاه کنید یه طراحی طبیعی داره، یک چهره طبیعی داره بنز که ندارن خیلی از برندها. اصلا شما نگاه کنید مگه میشه آدم اینو دوستش نداشته باشه؟ دستش بازه. ببینید توی طراحی، توی هر حرکتی بنز دستش خیلی بازه، خیلی توانمند. خیلی مثلا شما من قیافه رو نگاه کنید چقدر طبیعیه. قیافه متعارفی داره که هر آدمی جذب این ماشین میشه. خیلی از برندها هستن که قشنگن، خیلی خوش فرمن ولی در نهایت به دل آدم نمیشینه. این بنز رو ببینید چقدر خوب کار شده. مثلا این قسمت چراغاشو ببینید چه خط چیزی آورده، نازکی آورده. مثلا این چراغ خودش حرف ها واسه گفتن داره. جلو پنجره رو مثلا ببینید چطوری اون بالا خط گذاشته. مثلا این خطوط روی کاپوت جز به جز، میل به میل از اتاق و بدنه بنز رو میبینید. مثلا یک چیز شاهکار تمام عیار واقعا. حالا درسته نظر و سلیقه همه قابل احترامه
ولی بنز خیلی سرتره واقعا طراحی بنز. خب بریم حالا تو پیست. نیسان جی تی آر، اونم پورشه 911. اینجا چیه؟ 911 بود، چی بود؟ جی تی 2 آر اس. و همچنان که ما آخریم، اینم از نمای داخل. نمیشه داخل رو نگاه کرد. صدا رو فقط داشته باشیم بچه ها، چه صدایی داره. C63 این ماشین. ببینید اینا سر پیچ چقدر مثلا آروم میرن، ولی اون ماشین قبلی اون فرمولا 1 خیلی مسلط بود. جوجو راننده پشت سری ما اسمش جوجوه. جوجو. صدای سوت سوپر مرسدس رو میشنوید که خیلی صدای باحالیه. کلن سوپر رو اولین بار مرسدس بنز تولید کرد، ساخت بنز بود، هم تو کامیون هم توی سواری. کلن این ابوالعجایب رو بنز ساخته. بعد برندهای آمریکایی و دیگه میگم بقیه برندها خوششون اومد، اونا اومدن استفاده کردن و شاید دور 50 سال پیش بنز رو کامیونش طراحی جفت سوپر رو داشته. روی انجین کامیون جفت سوپر انداخت. ماشین 8 سیلندر بود، 4 سیلندر یه سوپر و 4 سیلندر دیگه یه سوپر دیگه، دور 50 سال پیش. مرسدس میگه بنز اگر نبود همه یه ماشینا مثل لندروور میشدن. این لندروور قدیمی ها دیدیم، همونجور خشک و کند. و بنز صنعت ماشین سازی رو واقعا متحول کرد، همه رو شوق میزد. واقعا یکی از قدیمی ترین برند بنز. اولین کامیون دنیا رو بنز ساخت، اولین انجین دیزل رو بنز ساخت، اولین ها رو همیشه بنز ساخته. اولین پیچ و مهره کامیون، اولین دیفرانسیال، اولین دف گیربکس، اولین ها، یعنی جزئی ترین چیزای ماشینا رو بنز ساخت اولین شد. خب یه ریپلای بزنیم. ریپلی. بچه ها اگه از این مدل ویدیو خوشتون میاد و خوشتون اومد لایک کنید. چنل هم اگر خواستین رفتم ریپلای هم دارم رفت بزنم، سابسکرایب کنید. حواس ما رو نگاه کن. ببینیم دیگه چه ماشینی هست. بریم حالا با یه پورشه 911
جی تی تیری آر. پورش هم ماشین خوبیه. یه ذره نگاش کنیم چقدر خاصه. خدایی نگاه کنید اصلا خاص بودن میباره از ماشین. چقدر قشنگه. نگاه کنید اصلا اگزوز رو نگاه کنید. یک کاره اومده خود اگزوز رو طوری داره نشون میده، نیومده کاور کنه با سپر و یه سری از مواد و اینا. نگاه کنید چقدر باحاله. پورش خیلی خوبه. خیلی خرج بالایی داره. مثلا شما میبینید که پورش مثلا پورشه نیست بچه ها، این اسمش پورشه. پرخ. آلمانیا میگن پرخ، نمیدونم یه همچین چیزی میگن، چیز مسخره میگن اونا. حالا ما میگیم پورش. همون انگلیسی رو چی میکنیم. یه پیچ پورش مثلا میبینید $100 در اومده. یه پیچ کوچیک، یه پیچی که مثلا 4 سوی جای میخوایم ببندینش میبینید $100 پولشه. خیلی خرج بالایی داره. ولی جی تی 3 این جی تی 3 آره، آر اس نیست فکر میکنم. خیلی قشنگ. رنگ چی داره؟ همین یه دونه رو داره رنگ فعلا. تا حالا 911 جی تی 3 آر. یه سری هستن آر اس، اونا خفن ترن. باز جی تی 2 آر اس، اونم که خود همین بزرگوار میبینید. ولی خیلی حال میده ها. فکر کنید مثلا تو واقعیت آدم بیاد اوه یه همچین جاهایی. به بوگاتی چه ماشینای خفنی اومدن اینجا. بچه ها باورتون میشه حالا این بوگاتی که اینقدر اسم در کرده مثلا تو پیست حریف خیلی از ماشینا نمیشه، چون اون مهندسیش بالاه در درجه اول. ولی تو پیست مثلا حریف پورشه نمیشه. این فقط یه خط صافی میخواد که با این بگازین و این شتاب بگیره راه بره. جک نایف، راننده جلویی اسمش جک نایفه که با نایف توی بازی کال آف دیوتی موبایل به چاقو و اینا میگن نایف. دندسه 100 و چند تا؟ نه دندسه نه، 160 تا داره میره. فاینال لپ. برو اونور ببینم. اسکور جلو پورشه میخوای روفر بیای. فعلا برترین مهندسی و بنز داره توی پیست ها، که بنز چی بود اسمش؟ AMG وانه مثل این که. اون سال قبلش پورش جی تی 2 آر اس شده بود و سال قبل ترش AMG جی تی شده بود. بنز کلن بیداره، بیدادگره، بیداد. بوگاتی اینا اصلا اینجاها نمیتونن بیان، اینا به درد یه خط صاف میخورن.
نگاش کنید چطوری داره ماشین. پورشه هم کمی از اون ماشین های فرمول 1 نیست. نگاه کنید سر پیچ چقدر کلا پورشه یه ماشینیه که مثلا همین ماشین الان میبینید 6 سیلنده ولی 12 سیلند فراری رو میزنه، تو شتاب توی سرعت همه چی میزنه. اینجاست که باید پی ببریم که مهندسی آلمانی چقدر قویه. خب یه واچ بزنیم از این. اوه مکلارن خوشگل، چه ماشینایی. یعنی من یه تنه گند زدم تو پیست، نگاه کنید. همه دارن با نظم و ترتیب میرن، من یه سری یا تو خاکی هم یا این ور اون ور یا وسط دارم رد میشم. اینم که پورشه است، پورش. اینم که چیز بود اسمش بنتلی، این آخریه بنتلی بود. اون چرا چیزه، اونم بنتلی بوده اون قبلیه. اوه مکلارن چقدر خوشگله، نگاش کن. این مکلارنه، من فکر میکردم بوگاتیه. اینم که بنتلی بوده اون سفیده. این خود مکلارنه، نگاش کن. مکلارن هم دیگه فروخته شد به عربستان، نمیدونم دبی گرفت کی بود، خلاصه که عربا خریدن. نگاه کنید اصلا فرم ماشین چقدر درجه یکه. چقدر قشنگ بود نارنجیه. مکلارن، دو تا مکلارن خوش تیپ و خوشگل واقعا.
خب بچه ها خیلی ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید. تا یه ویدیوی دیگه، یا حق.